سلام. آقا روی کار اومدن شیخ پری واسه هیچ کی نون آب نداشت، واسه یارو الاغچی داشت. طرف از سخنگویی به سرخیاری تیم مذاکره با 5+1 رسیده. بیا و ببین. بعدم تو زهرخورون و بله برون سیدعلی طوری اناناس کف داده که فقط مونده تو تیبیریش بگه آخ قربون مذاکره بچسبم من. با کمال جدیت به این مذاکرات خواهیم رفت. کاملا جدی هستیم و مصمم هستیم. دنبال یک مذاکرات واقعی و هدفمند هستیم. نه برای نمایش به ژنو میریم، نه برای وقت تلف کردن به ژنو میریم و نه برای اینکه حالا گفتگو به خاطر گفتگو، نه، برای اینکه یک هدف مشخص که مورد قبول هر دو طرف مذاکرات باشه به ژنو می‌خوایم رفت. بابا کدوم هدف مشخص الاغچی؟ چون الان تو نظام جر و باجر ولایت 2 هدف مشخص است. یکی اون که اوزی میگه، یکی اون که کوسه میخواد. الانم دیگه تو این اوضاع و احوال دیگه پرده مرده رفته کنار. تا فیاخالدون جفتشونو میشه موشکافی کرد. کوسه چی میگه؟ اینو میگه. اما با حذف شعار مرگ بر آمریکا موافق بود. این یعنی چی؟ یعنی سیدعلی این زهر بدمزه و اینقدر مزه نکن. الان وقت خرخوریه. سیدعلی هم نوچه هاشو میفرسته تو میدون واسه عربده کشی. شعار مرگ بر آمریکا حذف شدنی نیست. فرمانده سپاه پاسداران با اشاره به کسانی که در مسیر ایجاد انحراف در بیانات امام خمینی رحمت الله علیه ادعا می‌کنند ایشان موافق تعطیلی شعار مرگ بر آمریکا بودند، تأکید کرد مردم دست این افراد رو خوندن و فریب فضاسازی‌های اونها به نفع دشمن رو نخواهند خورد. این دیگه چه سرشوت پاسداریه؟ بابا مؤسسه نشر شعر و برای امامتون خودش همین شکرخوری خمینی رو تایید کرده، بعد تو میگی فضاسازیه؟ تو اینو بگی تیبیریش هم این یکی رو میگه دیگه. مسئله‌ای که آقای هاشمی در خاطرات سال 62 خود میگوید این است که امام موافقت کرده بود شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر شوروی که مردم سر میدهند از صدا و سیما پخش نشود. مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام در این باره به 2 نکته اشاره میکند. نکته اول، موضوع خاطرات آقای هاشمی قطع شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر شوروی از رسانه‌های دولتی و رادیو تلویزیون است، نه حذف آن از ادبیات سیاسی مردم در تظاهرات و راهپیمایی‌ها و مناسبت‌ها. زکی تیبیریش اومد ابروی امامش درست کنه، زد چشمشم کور کرد. نکنه منظور امام این بوده که جای رادیو تلویزیون در گوش بسیجی ها شعار بدن که نریزن ها؟ بابا بالاخره اون گور به گوری چی گفته؟ تکلیف ما رو که روشن نکردی، لااقل تکلیف جک و جونورای وارفته سیدعلی رو روشن کن. اگر یک قدری سستی کنید له میشه. این بود مواضع قاطع امامت؟ یه قدری کدومه؟ از لای اون کفن پارت تو جهنم یه نگاهی با آچارکشی سست سیدعلی بنداز، ببین له که هیچی رب شده ننه مرده. رب و رب به ولایتشو میارن جلو چشمش، بعد ببین دقیقا چی میگه. بی تردید تلاش‌های جاری برای کمرنگ کردن یا ایجاد تردید در این مواضع با هوشیاری مردم به جایی نخواهد رسید، اما بی‌وفایی به آن امام مهربان سعادت بخش در پیشگاه پروردگار و ملت فراموش نخواهد شد. وای خیلی ملودرام شد. راستی که اون امام سقط شده‌تون چه سعادتی به سیدعلی بخشید. الان از حال و روز سیدعلی میشه فهمید تا کجا سعادتمنده. بعدشم اکبر شاه از همه این مارمولک بازی ها دنبال عمامه پادشاهیه.
بعد تو روزه بیوفایی واسش میخونی؟ اینجوری که اینا دارن پیش میرن بعد مذاکره تازه اصل بزن شروع میشه. موشگا کارت در اومده. میخوای بدونی چرا سجلی شده فتیل پیچ؟ آخه باخته بازی رو تو خونه خانش در به هیچ. هرچی رشته یا تو فتواش می نوشته شده پنبه، بطورش یا تا آن سوزونده و اتاقش شده پر دبه. سجلی میگن ریخته توی نظام کرک و پرت، میریزن بسیجی و سپا یکی از دور و برت. با آقای موشکار